چرا روی خاک سرمایه گذاری کنیم؟ امنیت این کار رو کی تامین میکنه؟ اصلا حساب اسکرو اکانت چیه؟ ادامه ویدیو رو از دست ندید. سلام، من سهیل طهماسبی هستم، مشاور امور سرمایه‌گذاری شما در شهر زیبای دبی از شرکت جاسپر. امیدوارم که بتونم در ادامه این ویدیو درباره حساب اسکرو اکانت یا حساب امانی برای شما اطلاعات بیشتری رو ارائه بدم. اولین و مهمترین سوالی که ذهن سرمایه‌گذارای ایرانی رو مختل میکنه اینه که آقا پولمون رو نخورن. خیالتون راحت باشه از این بابت، چون که 200 ملیت دنیا اینجا ترانزکشن مالی دارن و خرید و فروش ملک داره به سرعت بالا توی دبی لند دپارتمنت ثبت میشه و پشتوانه این کار چیه؟ حساب اسکرو اکانت. حساب اسکرو اکانت حساب امانی سازنده است که نزد دولت قرار میگیره و دولت بر اساس روند فیزیکی پروژه اجازه برداشت اون رو به شرکت سازنده میده. پس شما هیچ نگرانی نداشته باشین، چون که دولت پشتوانه سرمایه‌گذاری شما